سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال ولوم سما. امیدوارم حالتون توپ باشه. امروز میخوایم در مورد یه سریال صحبت کنیم که این روزا داخل یوتیوب قوقا به پا کرده. بله درست حدس زدی، صحبت از سریال عشق ابدیه. چی شد که همه جا حرف این سریال زده میشه؟ اگه شما هم مثل خیلیا فکر میکردید که نه من اصلا این سریال رو نمیبینم، قطعا جزو اونایی هستید که هر دوشنبه منتظر شروع قسمت جدیدشید. این سریال یه ضرب و شست توی یوتیوب نشون داد و حالا نه تنها میلیون ها بازدید داره، بلکه با درآمدش هم به خیلیا ثابت کرد که سریال آنلاین میتونن چطور دنیا رو تکون بدن. خب بیایید براتون یه تخمین ساده بزنیم. قسمت اول این سریال فقط توی 11 روز بیش از 3 میلیون بازدید گرفت و درآمدش حدوداً 3 میلیارد تومان شد. بله درست شنیدید، 3 میلیارد تومان فقط از یک قسمت. و همه اینا به خاطر همون 6 تبلیغی بود که توی ویدیو قرار داده شد. این یعنی کلی اسپانسر و تبلیغ به سمت این سریال رفته. حالا چرا این سریال اینقدر دیده میشه؟ خب همه به خاطر همین قصه‌های جذاب و شخصیت‌های دوست داشتنی در انتظارن تا هر دوشنبه قسمت جدید رو ببینن. این سریال دیگه از یه تولید معمولی فراتر رفته و حالا تبدیل شده به یه پدیده که مردم بهش توجه خاصی دارن. لطفاً حداقل یک رو باش. بابا مرد باش. چی صحبت یکم می‌کنم؟ مرد باشین. مردم دیگه. و فراموش نکنید که کانال ولوم سما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که هیچ کدوم از ویدیوهای جدید رو از دست ندید و همچنین این ویدیو رو لایک کنید تا من بیشتر از این جور اخبار و تحلیل‌های جذاب بیارم. ممنون که با من بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. ولوم سما همیشه با شماست.